And my prayer is that we would see that power broken and that we would see the beautiful free spirit of the Persian peoples rise again. و دعای من اینه که این روحی که ایران رو اینطور خفه میکنه برداشته بشه که دوباره اون روح زیبای ایرانی ها رو ببینیم. And even as I myself have found freedom in Jesus, و همونطور که خودم در مسیح آزادی رو تجربه کردم، as a Christian, of course, I hope and I would pray that the Iranian people likewise would find this freedom and this beauty in Jesus. و دعا میکنم همونطور که من در مسیح این آزادی رو تجربه کردم، ایرانی ها هم همین آزادی رو در عیسی مسیح تجربه کنن. عالی. خیلی ممنون که اینو صحبت کردیم. میخوام بریم روی قسمت بعدی. البته عزیزان خط‌ها هم باز هست، اگر دوست دارید با آقای جوئل صحبت کنید میتونید زنگ بزنید، در این صحبت‌های ما هم شریک باشید و میتونید زنگ بزنید و با عزیزان ما که تلفن جواب میدن دعا کنید. حتما هم لازم نیست روی ایر بیاید، بعضیاتون میاید، بعضیاتون احتیاج به دعا دارید، میگید من این آرامش رو میخوام، من احساس میکنم یه چیزی داره منو خفه میکنه، زندگیم خفقان‌آور شده، اصلا شبا که میخوابم مثل که یک تاریکی میخواد منو خفه کنه، زندگیم داره مچاله میشه، یه روحی داره منو مچاله میکنه و زندگی منو داره میگیره و میخوام زنگ بزنید دعا کنید با مشاورین ما که از این آزاد شید. چیزی که آقای جوئل میگه حقیقیه، مال ماست، مال منه، مال شماست. امشب بخواید به شما میده. خدا فرقی نمیگذاره. خدا همونطور که جوئل گفت، خدا میخواد اون روحی که ما ایرانی‌ها رو مچاله میکنه میخواد برداره و ما در خداوند یه نفس بکشیم. این اراده خدای عشق و محبته. راجع به محبت خدا میخوام صحبت کنیم، راجع به پدر بودن و این ایده خدا پدره در کتاب مقدس هست، در قرآن نیست و در اسلام نیست، ولی در کتاب مقدس هست. یه ایده خیلی عمیق و خیلی اساسیه. اینو میخوام باز کنیم و عزیزان برکت بگیرن. بفرمایید. Yeah, in my opinion, this is really one of the most natural truths that every man and every father should be able to understand. و این حقیقتی که خدا پدره یک چیز طبیعیه که هر مرد و هر پدری میتونه خیلی طبیعی اینو دریافت بکنه، درکش کنه. Which is the fact that God himself, our creator, relates to us as a father. و اون حقیقت اینه که خدای خالق که ما رو خلق کرده میخواد با ما به عنوان پدر رابطه برقرار کنه. Now, of course, in Quran it says that far be it from Allah that, you would lower him to liken him unto anything on the earth, that he is, Allah is not one that begetteth, nor is he begotten. He is not a father, and he is not a son. و البته در قرآن اینو میگه که نه خدا انقدر بزرگه که این حرفا بهش نمیاد. خدا نه پدره نه پسره. اصلا این حرفا رو نزنید. Yet, but throughout the Bible, God reveals himself to us as a father. ولی توی کتاب مقدس می‌بینیم خدای یکتا خودش رو به عنوان یک بابا، یک پدر با ما معرفی میکنه. Now, I am a father and I have three daughters that my wife and I had. من خودم پدر هستم، 3 تا دختر دارم. And then we've also adopted a little boy. و یه پسر رو هم به فرزندی خوندیم. And the naturally born children have been an amazing blessing, and the adopted child has been an equal, if not even greater, amazing blessing. اون 3 تا دختری که با همسرم داشتیم خیلی برکتن و اون پسری رو که به فرزندی خوندیم اونم برکت نه کمتر، شاید حتی بیشتر. But now imagine, if you will, Pastor Hormuz with me. You have 2 fathers and they come home from work. حالا این مثال رو میخوام بزنم. فرض کنید 2 تا پدرن، هر 2 تاشون از سر کار میان خونه. Now, the first father, he comes home from work, and if you're a father out there, you can relate to this. و یکیشون میاد، اگه پدر هستی میدونید دارم چی میگم. The little children, you come home and they say, Daddy, will you play with me? اون پدر میاد خونه، بچه‌ها جمع میشن، بابا میای با ما بازی کنی؟ And you're tired and you're hungry and you just came home. و تو بابایی، تو خونه اومدی، خسته‌ای، گرسنه‌ای. And you want to say, not now, maybe a little later. میگه بابا خستم، الان نه، شاید بعداً با هم بازی کنیم. But this is your loved one. ولی این بچه تو خیلی دوست داری. And so you say, honey, what would you like to play? ولی بهش میگی خب باشه، میخوای چه بازی با هم بکنیم؟ And in my case, my daughters would say, of course, can we play dolls? البته من دختر دارم، دخترم میگم چه بازی بکنیم، میگه با ما عروسک بازی کنی.
And so I find myself on the carpet, down on the ground with my daughters. و بعد میبینم من روی فرش زانو زدم با دخترام نشستم عروسک بازی میکنم. And we're playing with dolls. با عروسک‌ها داریم با هم بازی میکنیم. And we're talking about clothes and shoes and hair and these sort of و things. موضوع صحبتمون لباس و مو و کفش و این چیزاست. And I look like a complete fool. و خودم نگاه میکنم میگم چه آدم مسخره‌ای شدی. And I would not want this picture of me to show up on YouTube. نمیخوام این تو این موقعیت یکی از من عکس بگیره روی یوتیوب بذاره. Playing with dolls. با عروسک هنگام عروسک بازی نمیخوام کسی عکسمو بگیره. But ultimately, the truth of the matter is that I don't mind being foolish. I don't mind lowering myself down on the ground to do things that I wouldn't normally do because I love my daughters. ولی از نظر من هیچ مسئله‌ای نیست. مردم چی بگن؟ من حاضرم خودم رو کوچیک کنم، زانو بزنم، رو خاک برم، با بچه‌هام عروسک بازی کنم. چرا؟ به خاطر محبت. And now with my son, I get down and he's not 2 years old, and I pretend that he can beat me up, and I say, "Oh, you beat me." و با پسرم هم رو زمین کشتی میگیرم، هنوز 2 سالش نشده، ولی طوری بازی میکنیم که مثل که اون زورش به من میرسه. میگم منو شکست دادی، منو زدی زمین. These are all things that fathers do. اینا چیزاییه که یه پدر انجام میده. Now imagine another father comes home from work. حالا یه پدر دیگر رو در نظر بگیرید که اومده خونه. And the children say, "Daddy, will you play with me?" بچه‌هاش میگن بابا بازی میکنی؟ And he says, "Nay." میگه نه. It is not befitting my dignity and my pride that I would lower myself to do things that are foolish. No, this is not what a father does. نه، با اون اعتبار، به اون ارزش، به اون احترامی که من دارم، من نمیام رو زمین با شما عروسک بازی کنم. به احترام من نمیخوره. Now, I would ask you, Pastor Hormuz, and I would like to ask all of our listeners, between these two men, و یه سوال دارم بین این دوتا پدر، which one is a better father? کدوم پدر بهتری هست؟ Which one would you want to be your father? کدوم یکی رو دوست داری پدر تو باشه؟ Which man is a better man? کدوم مرد بهتریه؟ You see, I think it's clear for anyone, they can look and see the father that humbles himself, he is by far a better father and a much better man. فکر کنم همه هم عقیده هستیم اون پدری که فروتن میشه اون مرد بهتر، پدر بهتریه. And the reason that he's a better man is because he puts the issue of love, he loves his children above the issue of preserving and protecting his greatness. و دلیلش هم اینه که برای اون پدر محبت ارزشش بالاتر از اون احترام و عظمت خودشه. And I think it's clear to us that if someone puts the preservation and the protection of their image, their self-image and their greatness above the issue of loving their children, that they're not a very good father, they're not a very good man. و اینو همه باور داریم اگر یک پدری ارزش و اون احترام و اون قیافه خودشو و اون تصویری که مردم ازش دارن رو بالاتر از محبت به بچه‌هاش قرار بده، مرد خوب و پدر خوبی نیست. And this father that comes and he humbles himself, he lowers himself because he loves his children, this is the God of the Bible. و اون پدری که خودشو فروتن میکنه میاد در سطح بچه‌هاش، اون خداییه که کتاب مقدس معرفی میکنه. This is the God that I've come to know. This is the Father that I've come to know. This is my Creator that has adopted me. I didn't deserve it, but He welcomed me into His family and He made me His own. و این خداییه که باور دارم، این پدریه که در زندگیم دارم و کسیه که به زندگیم دعوت کردم. And this offer again is for everyone out there. This is an open invitation to every man, woman, and child throughout the earth that our Creator is calling us to become part of His family. و این دعوت برای همه شماست و خداوند خالق ما داره همه ما و همه شما رو دعوت میکنه که وارد خانوادهش بشی، خانواده‌ای که خودش پدر هستش. Pastor Hormuz, I know that God loves the Iranian people. من میدونم خدا ایرانی‌ها رو دوست داره. Because the more time that I spend with Him in prayer, چون هر چقدر در حضور خدا دعا میکنم، the more that He gives me His heart for the Iranian people. میبینم قلب من، محبت قلب من نسبت به ایرانی‌ها بیشتر میشه وقتی به حضور خدا میرم.
I love the Persian people because God loves the Persian. من ایرانی‌ها رو دوست دارم چون خدا ایرانی‌ها رو دوست داره. آمین. ما هم شما رو دوست داریم. الان هنوز نیومده. من فکر می‌کنم خود من، البته یه ملاقات کوتاه قبلا داشتیم، ولی فکر می‌کنم احساس می‌کنم الان بیننده‌ها میگن جوال ما هم شما رو دوست داریم. این صداقتی که در صحبتاتون هست، مثالای ساده‌ای که میزنید و این دلی که داری نسبت به مسلمان‌ها و نسبت به ایرانی‌ها، این محبت بزرگترین حرب است. من واقعا محبت رو من در شما احساس میکنم. این نیست که من مسیحی هم اینا مسلمونن و یه حالت اکراه، یه حالت برتری، ما مثلا مسیحیان بهتریم. یه محبت خالصی من در شما احساس میکنم که میگی، خودت میگی اینو از خدا گرفتم و زیباست و میدونم این محبت باعث میشه مردم جذب خدای یکتا بشن. نه مسیحیت، ما اینجا عزیزان نیومدیم مسیحیت رو تبلیغ کنیم. اصلا اینا بی‌ارزش، اینا بچگانه است. تبلیغ مگه میخوایم چیزی به شما بفروشیم که بیایم تبلیغ؟ مگه چیزی به ما اضافه میشه؟ حالا شما تو خونتون، در خلوت خونتون با خدا ملاقات کنی یا نکنی، چی از ما کم میشه، چی به ما اضافه میشه؟ ولی به خاطر محبتی که الان جوال چقدر قشنگ گفت، هر چقدر در حضور خدا وقت میذاریم محبت ما بیشتر میشه، چون از خداست. محبت به کی؟ محبت به کسانی که ندیدیم، محبت به کسانی که جوال اصلا اون مال اون برای دنیا، اصلا شاید فرهنگشون رو کامل فرهنگ ما رو احساس نکنه، ولی این از خداست. جوال قشنگا گفت در حضور خدا من این محبت رو گرفتم. شما مسلمانان رو و به خصوص ایرانی‌ها رو به طور خاصی دوست داری. در مورد پدری خدا صحبت میخوام یه مقدار بیشتر باز کنم. البته خطا باز هست، یه 20 دقیقه وقت داریم، میتونیم یکی دو نفر از شما هم در این صحبت شریک بشید و با این مهمان عزیز ما صحبت کنیم. آقای جوال ریچاردسون یک محقق و نویسنده معروف در تمام آمریکا، میشناسن، در رادیو تلویزیون ها مرتب صحبت کرده، کتاب های زیادی نوشته. واقعا افتخار منه که امروز با ما هست این جوان و با این دلی که داره، چون بعضی‌ها اینقدر تحقیق میکنن. جوال میخوام یه سوال خصوصی ازت بکنم. خیلی ها رو میبینم تحقیق میکنن، کتاب مینویسن، مغز گنده میشه، بعد میشن محقق، میشن آقای پروفسور، آقای دکتر، میشن دانشمند و هر چقدر این عقل و این اطلاعات بیشتر میشه، محبت کمتر میشه، قلب خشکتر میشه. بعد آدمای مذهبی که بیشترین اطلاعات رو دارن میبینیم کمترین محبت رو دارن. ولی من اینو در شما نمیبینم. با چقدر فروتنی، کتابای زیادی نوشتی، میخوام این رازش رو بگی. چطور میشه آدم اینقدر اطلاعات داشته باشه ولی قلبش مثل بچه اینقدر پر از محبت باشه؟ به ما یاد بده. میدونم You know, you said, Pastor Humuz, that we're not trying to sell Christianity. گفتی که ما نمیخوایم مسیحیت رو بفروشیم. The way that I look at it is I use this story. من این داستان رو میخوام بگم. I was a beggar. من یک گدا بودم. Even if I didn't quite know it, I was hungry. حتی اگه خودم هم نمیدونستم ولی گرسنه بودم. I was needy and I desperately needed God. محتاج بودم و واقعا به خدا احتیاج داشتم. And even today what I have has been given to me as a gift. و حتی امروز هر چه که دارم به من هدیه داده شده. And so of course we're not here to sell Christianity. و البته ما اینجا نیستیم که مثلا مسیحیت رو به شما بفروشیم. All we are is two beggars. و ما اینجا دو تا گدا اینجا نشستیم that are telling everyone که به همه داریم میگیم we know where there is bread. میگیم یه جایی هست نون میدنن، بیاین بریم شما برید نون بگیرید. We found some bread. ما نون پیدا کردیم. And not just bread but steak. و فقط هم نون نه، ما جایی رو دیدیم که استیک هم میدن، مجانی هم هست. And cake. و کیک، بله. And it's free. And it's free. و رایگان هم هستش. بیاین یه جایی هستش که این قلبای گرسنه، این روحای تشنه شما رو آبیاری میکنن. مسیح میگه هر که تشنه است نزد من بیاد. ما همونطور که گفت، چقدر قشنگ گفتی آقای جون، دو تا گدایی که ما فقط فهمیدیم که کجا نون میدن
و اون نون رو و اون استیک رو و اون آب رو چشیدیم، دیگران هم میگیم بریم از همونجا، نه میگیم پیش ما بیایید، نه میگیم عضو کلیسای ما بشید، نه چیزی از شما میخوایم، میگیم همون جایی که هستید شما برید پیش همون خدای محبت و اینو دریافت کنید. میخوام جوال قبل از اون که سوال بعدی رو بکنم، میخوام عزیزانم رو الان بعضیا دارن برنامه رو نگاه میکنن، میگن جوال این چیزی که گفتی رو من میخوام و میخوام با یه هدایتشون کنی، با یه دعای ساده. کسی که میخواد امشب بگیره دیگه، خدا که میخواد بده، شما میخواید بگیرید، حالا جوال به ما راهنمایی میکنه چجوری اینو دریافت کنیم. اگر با عزیزانم صحبت کنم من برای شما ترجمه میکنم. Amen. Can I pray? You can pray. میتونی دعا کنی و میتونی با خودشون صحبت کنی، بهشون یاد بدی چه کار کنن. هدایتشون کن. Okay. Yeah, the thing of it is that God is everywhere by His Spirit. خدا همه جا با روحش هست. And so of course when you pray He hears your prayers. دعا میکنید دعای شما رو میشنوه. In fact, He promises that if you cry out, He will answer. و قول میده اگر دعا کنی جواب تو میده و دعای تو رو میشنوه.